سلام، از یه شنبه دیگه صدای منو میشنوید. دوباره شنبه شد و منم مثل همیشه تصمیم گرفتم شنبه رو برم بیرون. خلاصه با هم همراه باشید. میخوام برم یه بسته‌ای دارم بگیرمش. بعد اینجا خیلی جالبه، یه چیزی هست که بسته ها رو میذارن داخلش، بعد میری ورش میداری. خیلی به نظرم سیستم افیشنت و خوبیه. به تایم خودت هر ساعتی که بخوای فقط یه کد داری، میری دستگاه بسته‌تو از داخل اون باکسا برمیداری. خیابون رد شم. اینجا دقیقاً روبروی خونه ماست. بسته‌مو گرفتم همین سادگی. حالا میخوام کجا برم؟ قراره برم دنبال یکی از دوستام که با هم دیگه بریم بیرون. هوا خیلی سرده ولی دیگه گفتیم بزنیم از خونه بیرون. من کارم هم از خونه است، همش داخل خونم. واقعا نیاز دارم آخر هفته برم بیرون. حالا دوست دارم داستان آشنایی با این دوستم هم براتون تعریف کنم. خیلی جالبه اینکه چطوری با هم آشنا شدیم و اینا، ولی فکر می‌کنم که خودش بیاد اوکی باشه با هم دیگه تعریف کنیم جالب تر باشه. مرسی عزیزم. سه تا چیز گرفتی نه؟ این دسر کوچیکه. سه تایی. منم که یه دونه کیک کوچولو با کافی مینی. نه من اوکی. آره نه اوکی با کیک میخورم. این چیه که داری میخوری؟ آناکوتا. آره دیدمش. صافی سوس. نازنین دوست زیبای من. قربونت برم. آره ما با هم دوستای خیلی خوبیم. بعد حالا داستان آشناییمون هم خیلی جالب. بله از طریق اینستاگرام. آره. به قول نازنین تانکس فور اینستاگرام که ما رو با هم که آشنا کرد اینا. بعد حالا نازنین میخوام که اول بگه تجربه خیلی جالب داشت، گفتیم تعریف کنه. بله آره من هتل کار میکردم. بعد اونجا مهمونای مثلا وی آی پی و خاص و بازیگرا و سلبریتی اینا زیاد داشتیم. بعد صحبت گیم آف ترونز شد دیگه. داشتم به رها میگفتم که من با پیتر دینکلج که تو گیم آف ترونز هست آشنا شدم، اونجا حرف زدم و اینا. تیریون لنیستر داخل فیلم گیم آره چون ندیدم خودم گیم آف ترونز، خودم ندیدم. بعد آره من خلاصه اونجا بارتندر بودم و بعد بار سوپروایزر شدم. خلاصه چند باری سروش کردیم و دوست داشتیم. گفتی شخصیتش هم چطوری؟ آره خیلی آدم فروتن، خیلی مهربون، خیلی گرم و آدم خوب. و بعد آره با خانومش و بچه‌ش اومدن. بعد با خانومش و بچه‌ها. آره خانومش دیگه تعطیلات هالیدی اومده بودن. خیلی آدم. و خانومش اینا چه شکلی بودن؟ اونم خانومش قدش نرمال و بلند. آره با بچه‌اش همه نرمال و اینا. خیلی جالب خیلی. بعد مثلا شما پالیسی مثلا اینطوریه که یه پالیسی بهتون دادن مثلا که شما نباید مثلا عکس بگیرین، یا مثلا چیزی آیا بهتون گفته شده که مثلا تو کارتون باید چجوری آره باید رفتار؟ پروفشنال باشید دیگه. نمیتونیم ما مثلا بخوایم عکس باشیم نه، چون آره بهمون گفته بودن نظر که اصلا نمیشه مثلا بری بگی میخوام عکس بگیرم. نه اصلا. مثلا یادم هتل قبلیم تو آسانسور زدم آسانسور بیاد بعد اومد من جو حواسم نبود متوجه چند نفر آدم شدن جدی اینو به فکر کنم تعریف نکردم. سرم برگردوندم دیدم نیکول کیدمنه. هیجان زده بشم چون خیلی بعد پروفشنال باید مثلا یکی دیگه باش بود، حالت حالا همراهش بود یا هر چیزی.
آره خودت مثلا اینطوری هستی که مثلا بگی که حالا وای اینه برم باش عکس بگیرم، اینجوری هستی یا نه؟ نه خیلی نه. من که واقعا یکی خیلی دوست داشتم، البته یادگار دوست داریم عکسش، مگر نه خیلی بخوام بپرم بالا پایین یا نه میخوام با کسی عکس بگیرم، نه. منم خودم احساس میکنم همین، مثلا خیلی تو خودم نمیبینم که مثلا خیلی جالبه مثلا یه کسی که حالا اینه که به من گفت ذوق کرد، چون که من خیلی مثلا گیم اف ترونز رو دوست دارم، الان گفتم مثلا یه دیگه دارم دوباره از اول میبینم، ولی مثلا اینطوری نیستم، انگار در چیز خودم نمیبینم، میگم خب بالاخره حالا تهش اونم یه آدم دیگه مثل من، مثلا حالا من دقیقاً من خواستم تهش میگم درسته چون دیده میشن آخه کارشون هم هنره اینا، ولی به نظر من نباید این مهمشون میکنه، اون آدمی که شخصا هستن باید مهمشون میکنه. اگر آدم خوبی هن، اگر آدم مهربونی هن، اگر این چیزاست که باید آدم به نظر مهم کنه، نه فقط صرفا که دیده میشن توی فیلمی همه معروفن و نگاش میکنن میشناسنش، ولی خب جذابه، اونا نمیتونه بگه نه جذاب نیست. مثلا میگه آره من پیتر دینکلج مثلا از نزدیک دیدم، باش حرف زدم، سروش کردم. آره من جالبه، خیلی جالبه مثلا شغلایی که اینطوریه مثلا با آدمای معروف. آره جذاب هست. یکی دیگه هم که سرو کردم ولی حالا صحبتی با هم نکردیم، چیزو جیسون استتام. آره اینا یکی از کسی بود که سروش کردم که دوباره دیدمش. واو خیلی بامزه، هیجان انگیزه. حالا زهرا یه بار جسیکا آلبا اومده بود، بعد دقیقاً هم زهرا مثلا براش خریداش حساب کرده بود و اینا، بعد گفت با دخترش اومده بود، بعد از دیگه. آره ولی به قول تو منم دقیقاً همینطوریم که مثلا اینجوری مثلا نمیتونم هیچ وقت چیز کنم که وای خودمو خفه بکنم، یا مثلا دیدید مثلا بعضیا تو تینیجرنیشون، حالا تا بزرگم میشم مثلا عجیب غریب مثلا به یه سلبریتی، الان همین محمد رضا گلزار که میخواست ازدواج کنه، من دیدیم مثلا یه سری دختر باشون مصاحبه کردن گریه میکردن. میگم تو چجوری فکر میکنی که آقا آیا یه روزی قرار بوده حالا مثلا تو خوشت هم از این میاد، یعنی چیزی باش تصور چرا مثلا الان باید گریه کنی؟ یعنی تو مثلا فکر میکنی که قراره با این ازدواج کنی که مثلا الان مرسی عزیزم که با من همراه بودی که اومدی تو ویدیو. ما فعلا خداحافظی میکنیم. خداحافظ.